لحظه تاریخی است برای فوتبالبازان کوکتاش. بالا توپ و اینجا به کاپیتان دست تقدیم گردید و بر فراز سر خود آن را بلند می‌بردارد احتم خلبویف. بار دیگر تبریک میگوییم به دست آوردن این جایزه را به فوتبالبازان دسته کوکتاش. بینندگان ارجمند ما باشد در این لحظه گزارش مستقیم خود را خاتمه می‌بخشیم. سپاسگزاریم از گروه کلان ایجادی و تکنیکی شبکه‌های تلویزیونی ورزش و فوتبال که طول این روزها مرحله نهایی مسابقه جام فدراسیون فوتبال کشورمان را برای ما و شما تیار کرده پیشنهاد کردند. در دست میکروفون شورای پرویز محمدی بود و در امید دقیقه بعدی میتوانید از رفت تجلیلی در همین مراسم تقدیم جایزه های فدراسیون فوتبال کشورمان باز هم دیدن کنید و فوتبالبازان کوکتاش میتوانند همراه با مخلصان خود طول دقیقه باقی مانده شادی و خرسندی کنند. خیر. خب غلبه مبارک باشد برای کوکتاش. سال دوم است که در فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان بازی میکند و این سال غلبه کردن. آیا این پیروزی میتواند برای موسم کوکتاش تاثیرگذار башад? Прежде всего, спасибо большое. Да, хочу поблагодарить ребят, спасибо сказать за игру, за победу и поздравить всех болельщиков Куктоша с этой победой. Так как вы сказали, мы второй раз выходим в финал. Ну, так получилось, что наших лидеры находятся на сборе и не участвуют. Этот турнир разыгрывался как бы среди, можно сказать, средних команд, и получилось в этом году выиграть трофей. Я думаю, это в психологическом плане большой плюс и поможет нам максимально плодотворно подготовиться к сезону. خب شما از اول نقشه داشتید که کوکتاش همچون دسته رقم 2 بازی کنید، بیشتر کوکتاش توپ رو به رقیب داده بود؟ Нет, у нас изначально планировали играть с первым номером, но Равшан Куляб достаточно, и хочу тоже поблагодарить, сказать спасибо за такую хорошую игру. Достаточно Равшан Куляб опытные игроки и вполне могли тоже выиграть. Шансы были равны 50 на 50. Я думаю, может, нам больше повезло, из-за этого мы выиграли. تشکر زیاد. خب بازی بسیار مشکل بود چون دسته روشن اولین شده با دروازه‌اش گل سر داد. چی نرسید به بچه‌های شما تا اینکه در این بازی غلبه؟ اولا مخلصا را از نام خود مخلصی که از دور نزدیک آمدن رحمت کلان میگم که تیم دستگیری کردن با می هم چی نگاه نکرده. بعداً خیلی که معلوم بود ما گل اول رو سر دادیم، با ما خیلی مشکل شد که رولی مقصد هجوم کننده را بازی کردیم که ما خطایی خیلی بسیار بود. با هر بچه بازی خوب بازی کردن، ما 10 بازی رو هم بازی کرده با این مسابقه با فینال رسیدیم. رحمت کلام باز برای بچه. خب می‌دونم که فوتبالبازان روشن این بازیگران محلی هستند، بسیار از فوتبالبازان جوان هستند که در موسم گذشته لیگ یکم بسیار بازی خوب نشون دادند. آیا این تجربه میتواند برای آنها کمک رسان باشد تا اینکه در آینده توانند در همین موسم با لیگ اولی برند؟ بله البته ما در پیش کلوب در پیش خود نقشه گذاشته که امسال ما باید با لیگ اولی بریم. برای همین هر چیزی که از طرف حکومت است، از طرف فدراسیون فوتبال همه چیز مقصد اجرا شده است. ما فقط کوشش میکنیم که تیم با لیگ اولی برای مخلصای خودش شد کنه. تشکر.